به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز گرامی، برنامه نامه ها از ناحیه ها به اصلاح نت شماره 357 را امروز تقدیم نمایم. امیدوارم که از دیدن این برنامه معلومات های خیلی زیاده خواهد فهمید و در مورد وضعیت ناحیه ها و بعضی از ولایت ها، بعضی از مناطق کشور، قضایای مهم آن را انشاء الله که خواهد فهمید. در گذاشتن لایک ها، نوشتن نامه و همه آنچه میدانید به اصلاح نویسید. این بار بیننده عزیز و گرامی، از کلاب، لوکند، خوجند، کانیبادام و جبار رسولوف نامه ها را برایتان آماده نمودیم. از کلاب یک نفر سابق جنگنده فرانت خلقی که بعداً سالها در یکی از مقامات قدرتی تاجیکستان کار کرده تا رتبه پلکونیکی رسیده است و حالا بازنشسته شده است، نامه فرستاده دعوا میکند بله که سهراب قاسیموف یکی از فرماندهان پیشین فرانت خلقی را خود رحمانوف زهرآلود کرده از بین برد. از لیوکند درباره برگزاری رید زیر سطر نوشتند. مؤلف اظهار نگرانی کرده است که ما مردم تاجیک دیگر تماما به غیرت شده ایم و ملاها باشند دیگر همه درباره شده به سخنگوی رحمانوف تبدیل شدند. از کانیبادان باز هم درباره بسپریدلی گی ها نوشتند. مؤلف میگوید که اکثریت گی ها در این ناحیه کادرهای از دیگر محل هستند که اینجا پول کارکنی می آیند. مؤلف نامه از ناحیه جبار رسولوف درباره سردار شعبه وزارت کارهای داخلی نوشته است که به گفت مؤلف از روی حسیات ملتچگی ازبک ها را در این ناحیه تحقیر می کنند. نویسنده گفته است که با آمدن این سردار میلیسا معرکه ضد فالبین سر شد و این معرکه را سردار میلیسا وسیله کیسه پرکنی قرار داده است. مؤلف که به نظر میرسد خود میلیسیونر است، باز یک رفتار غیر معمولی سردار میلیسا گفته است. نامه از خوجند بسیار هم تشویش آور و اضطراب انگیز است. در این نامه سخن از موارد زیاد غصب‌های ریدری از طرف دامادهای امام علی رحمانوف می رود که در شهر خوجند مرکز شمال کشور از جمله همه بازارها و تجارتها را با زوری کشیده گرفته ایستادند. مؤلف نامه چنان خودش میگوید سالها با واردات سلیتر نوری معدنی برای ساحه کشاورزی مشغول بوده است که دیگر آن را هم فراز گرفته است. بله خوب بیننده عزیز و گرامی، اکنون شروع میکنیم به نامه اولی آن. بیننده گرامی، در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه کوتاهی نکنید تا اینکه بسیاری از مردم و هموطنان ما این برنامه ها را ببینند و چشمشان باز شود. نامه اولی ما از کلاب است. السلام علیکم برادر محمد اقبال صدرالدین. من در سالهای جنگ شهروندی اعضای فرانت خلقی بودم و با خیلی از قماندانها آشنایی و شین و خیز داشتم. بعد جنگ هم در یک از مقامات‌های قدرتی کار کردم. من خیلی از سر و اسرار رحمانوف را میدانم. اینجا درباره یکی از آنها میگویم. سبب زهر دادن و نابود کردن یکی از گنرال‌های فرانت خلقی سهراب قاسیموف در چی بود و چرا رحمانوف گنرال سهراب را کشت؟ در یک از روزها گنرال سهراب قاسیموف با یک آدمی در برش بوده که فعلا در مقامات هست. شخصی باوریش میگوید این رحمانوف حرامی تمام کماندیرها و آدمهای با نفوذی که او را سر قدرت آوردند یکی پس دیگر نابود کرده ایستاده است. چی چاره جوییم که رحمانوف مرا هم نابود نکند؟ شخصی باوریناکش با او میگوید ببین گنرال، با یکی از کماندانهای اپوزیسیا کدام میش که پرزور و قوی است با یکجا میشویم و او را سرنگون میکنیم تا که او ما را نابود نکند. پس گنرال سهراب برازی بابای رحمان با لقب رحمان گیتلر آدم خودش را روان میکند و میگوید بابای رحمان سهراب قاسیموف میخواهد با شما از نزدیک شناس شود و میخواهد با شما بخورد. در جواب بابای رحمان میگوید مهمان عطای خدا است، ما انتظار مهمان هستیم، مرحمت بیایید. بله بیننده گرامی، بعد چند گنرال سهراب قاسیموف با دیدار بابای رحمان به تپه سمرقندی به خانه بابای رحمان می رود. با 6 ماشین شبانه به مهمانی آمد و در خانه بابای رحمان شیشته صحبت کردند. تا قریب صبح گنرال سهراب قاسیموف از بابای رحمان منتداری کرد که او را پذیرفت و مهمانداری کرد. گنرال با امید دیدار گفت و از این پس دوستی بین سهراب و بابای رحمان آغاز شد.
سهراب قاسموف با بابای رحمان تا دم مرگشان دوست بودند. یک روز در شست سهراب در خلپسته با هم شیشته بودند. سهراب قاسموف میگوید با بابای رحمان که این حرامی امام علی شریفوویچ همه را از دو طرف نابود کرد، هم طرفداران خودش و هم از طرفداران اپوزیسیا را. سهراب قاسموف با بابای رحمان میگوید که بیا هر دو یکجا شویم و این حرامی را از بین ببریم تا که من و تو را هم نابود نکند. بابای رحمان در جواب گفت سهراب جان، من این گفته تو را با بچه‌هایم صحبت میکنم و جواب تو را حتما میدهم. سهراب انتظار جواب تو میشوم میگوید. رحمان در تپه سمرقندی با قماندان‌هایش رو میخورد و میگوید سهراب قاسموف میخواهد یکجا شویم و رحمان و حرامی را سرنگون کنیم. شما چی میگویید؟ بچه‌ها راضی شدند که با سهراب قاسموف یکجا شوند. حتی جنرال سهراب قاسموف نقشه سرنگونی رحمانوف را با بابای رحمان داد و گفت نقشه بکش، من تیارم در این عمل، من هر چی که نقشه باشد انجام میدیم. سهراب قاسموف گفت آنقدر با بابای رحمان باوری دارم که اگر یکجا شویم خاک امام علی شریفوویچ را میبیزیم. بله بیننده گرامی، واقعا چنین حالت ها جای داشتند. از این نقشه کشی دو قماندان امام علی شریفوویچ رحمانوف با خبر شد و بر ضد اینها نقشه خود را کشید. یک روز سگ‌های با وفای امام علی شریفوویچ با 9 کیلومتر، یعنی که منطقه 9 کیلومتر می آیند و دو سلدتی بابای رحمان را برده میزنند و خوب دیگر میشکنند و پس پنجره میکشند. دیر نگذشته بابای رحمان با شیربچه هایش بداک آمده از پست داک که آنجا ملیسه ها بودند 9 نفر را گروگان گرفته و تپه سمرقندی میبرند. در میان این 9 نفر جانی محمد سعید عبیداللهیف نیز بود. خوب دقت دید بیننده گرامی. اما بابای رحمان درک نداشت که این نقشه امام علی شریفوویچ بر ضد وی بود تا که رحمان را از بین ببرند. در نگذشته بر از بابای رحمان قاضی بابای رحمان گفت سهراب بر ضد من این دسیسه شد، تو مرا فروختی؟ در جواب جنرال سهراب قاسموف گفت قسم به خدا من این کارو نکردم. بابای رحمان اگر باور نکنی مرا پران در همین جا، من کاری نمیکنم. بابای رحمان گفت کسی مرا فروخت پناهت بر خدا. پس سهراب قاسموف گفت از این راه برو، من بعد 2 ساعت از پس تیر میپرانم و بابای رحمان با همراهانش به طرف آلوچه دره راه سپار شدند. بعد 2 ساعت سر کرد و برات سیا برآمد و محمد سعید عبیدالله گفت که دیر کردیم، بابای رحمان به طرف آلوچه دره رفته است. خوب شاهد این واقعه میگوید در آلوچه دره جمع آمدیم 73 نفر بودیم. با چرخبال ما را حمله کردند، همه پراکنده شدیم. به هر طرف کدام کجای رود. بعضی بچه‌ها آنجا در آلوچه دره شهید شدند، بعداً یک پس دیگری کشته شدند. منصور با اسلامی لیچ قاسموف را از کار گرفتند و پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان ماندند. دیرتر برای رستم پسرش شده سهراب را از وظیفه هم دور کرد. حتی در جلسه از کارگیری جنرال سهراب رستم امام علی او را تحقیر و دشنام هم میکند. همین طور آیسته آیسته او را از بین بردند. یک نزدیکی جنرال سهراب با من گفت که او را از طرف یک جنرال روس در دوشنبه بوده که در دیویزیای 201 کار میکرد زهر دادند. بس سکن کنیک سهراب زهر ریخته او را زهرآلود کردند. سهراب 6 ماه طبابت کرد لیکن در روسیه جان باخت. بعد به دوشنبه آورده به خاک سپردند. پیش از مرگ جنرال سهراب قاسموف به همین نفری نزدیکش گفته است که این حرامی کارش را کرد، همه را از بین برد. خیلی به شکل وخیم جان داد. البته در مورد جان دادن سهراب قاسموف در یک برنامه مخصوصی هم گفته بودیم که یعنی اون چنان به حالتهای وخیم جان داد که باور کنید همون نفرانی که صحبت کردن حتی از جوش بلند میپرید، از سوزش درد میخوای پولا میگزید، یعنی به یک حالت خیلی سنگین جان داد. خب دیگر همین است نهایتی همکاری با رحمانوف و رحمانوف تا امروز هیچ نفر از افرادی که با او خدمت کردند باقی نگذاشته است. ولی من تعجب میکنم به این افرادی که حالا هم به رحمانوف صداقت نشان میدهند. خب نامه دیگری ما از لیوکند است. سلام علیکم برادر محمد اقبال، از لیوکند هستم. کوتاه می نویسم. 1-2 روز پیش در شهر سربند لیوکند رید برگزار شد. سطر زنها را از سرهایشان گرفتند. یک برادر صحبت کرد، گفت با ماشین طرف قرغن می رفتم، در راه یک زن را چند نفر روی مالش را از سرش با زور کشیده ایستاده بودند. میگوید باور کن همین قدر سرم ویران شد که گریه هم آمد. برای آن که از دستم هیچ کار نآمد. حتی در بیمارخانه نمیمانند سطر کردند و با سطر داخل شدند. خطاب من به مردم بی غیرتی از دین دور شده تاجیک این است که این ملاهای درباره و این حکومت ضد دین و ضد آیین و عنعنه‌مان شما را گمراه کردند. همین حاجی میرزا در حیات سرش درباره توحید سخن و موعظه کردگی نیست. اگر باور نکنید در شبکه یوتیوب خودتان بینید که یک درس از وی میابید در مورد عقیده یا نه. خب البته در این مورد من در مورد حاجی میرزا همین را گفتنی هم که مردم کلاب را از نگاهی فهمیش و از نگاهی خیلی از
یعنی معارف دینی در وقتش خیلی کارهای زیادی کرد حاجی میرزا. ولی خوب دیگر وضعیت و حالتی که امروز در کشور است باید حالت همه علمای تاجیک رو فهمید. یعنی ما نمیتوانیم اتهام کنیم که یعنی اینها کاری نکردن، همه در وقتش کار خودش انجام داد و الله شاهد همه این حالت ها هست. ولی واقعا هم خوب دیگر فعلا کسی یعنی کار در این قضیه انجام نداده ایستاده است که این واقعا دهشت است. بله امروز صد حیف که مردم ما از دین دور و بی‌غیرت شده است، در این هیچ شکی نیست برادر. باز نو یک ویدیو را دیدم، یک تورت کلان کردند و در قفای پورتر مونده در شهر با مردم تقسیم دارند برای 9 می. در این وطن بغیر از عید رمضان و عید قربان دیگر همه عیدها قدر دارد، ولی تنها عید رمضان و قربان که عیدهای مسلمان ها هیچ قدری ندارد. کار این تاجیک فقط در کامنت ها ازبک‌ها نوشتن پلاو تاجیکسکی یا که بخارا یا سمرقند نشه. و اگر این سمرقند و بخارا اینقدر قدر می داشت در مکتب چرا تاریخ امام بخاری را در همون کتاب‌هایتان جای نمیدهید، نمیخوانید؟ در ادبیات حداقل ترجمه حالش را کمتر میموندند. این خلق تاجیک ما کی خود شناس می شود، کی به خود می آید نمیدانم. غیرت و شجاعت و جسارت از ما رفته است. باز یک نوار را دیدم، دختر و بچه در درون شهر دست و به دست. باور کنید این دهشت است. در زیر نوار یگان جوان مرد سخن نگفته است، باز همه خنده و هزل گویا این کاری خوب کرده است. باور کنید اگر یک دختر و یک پسر در طرف کفکس دست به دست کنند، یعنی اگر زن و شوهر نباشند، اون پسر تا خونه‌اش ساخت سلامت نمیره. متاسفانه در مردم ما ترس در جای اول می ایستد. احسن به مردم بدخشان که با غیرت هستند. برادر عزیز امروز در افیر همین سخنان مرا خوانید و با مردم کمی باشد هم با غیرت شدن را فهمانید. سلامت باشید. خب سلامت باشید برادر گرامی. جای این نامه ها منبر مهاجر نیست، یعنی این برنامه نامه ها از ناحیه ها هست که تقدیم شده ایستاده است. نامه دیگری ما از خوجند است. سلام علیکم استاد محمد اقبال صدرالدین، الله با عمر شما و کسب و کارتان برکت دهد. سلامت باشید برادر، اللهم آمین. من از شهر خوجند هستم. اینجا درباره بازارهای شهر می نویسم که آنها را از دست مردم تهجایی و بومی سایکلدی ها کشیده گرفتند. بازار یک شنبه بازار یعنی ماشین بازار با اسد بیف شیره که تعلق داشت و را گفتند بازار را بیده، اما پول کم گفتند. اسد راضی نشد و نداد، ولی بازور زده گرفتند. بازار اتوش معروف به اتوش بازار را هم از دست رستم گرفتند، ولی رستم رکت بازار را بدون بحث و دعوای و جنگ و به پول داد. بازار برکت جای فروش مسائل ساختمانی استرایتلنی بود که این را هم گرفتند. سامان بازار را هم گرفتند. در خوجند یگان بازار نماند، همه‌اش را کشیدند و بازور زخوت کردند. راست گپ نمیدانم این خبرها با شما در کار بود، چاپ میکنید یا نه، اما نوشتم چون که من باور دارم که در دیگر جا نوشتن و چاپ کردن نمی شود بغیر از اصلاح. شما خوب میدانید که پنجشنبه بازار آوازدار خوجند را چند سال پیش حسن اسدالله زاده دادر زن امام علی رحمانوف گرفته بود. سالهای پیش گندم را بچه‌های خوجند و استرابشن وارد میکردند. کسی میخواست وارد میکرد و میفروخت. حاضر باشد فروش گندم را سه گنج مناپولیا کرده گرفت. این سه گنج از آن شمس الله صاحباوی دامادی امام علی رحمانوف است. بله، سلیتر را پیشتر هر کسی میخواست وارد میکرد میآورد. در بازارها سودا میکرد. بیزنسی خوب بود. خودی من با این کار مشغول بودم تا به افغانستان میبردم. اما بازار سلیتر را هم در خوجند شرکت فراز پر گرفت. شرکت فراز با همین شمس الله صاحباوی تعلق دارد. به اجازت فراز وارد کردن نمیتوانید. شما پس تفشی سلیتر را مییابید، گپ زنان میکنید، اما پول را با فراز میسپارید. فراز در بالای آن فایز پرسنت خودش را میماند، سپس خریده آورده میدهد. یعنی همین خیل نزدش تا در بیزنس این اویله خوش میشوند و مهمتر از همه نرخ را مقرر و کنترل میکنند. آیا زیدی انحصاری یا مونوپولیا چیکار میکند؟ خوب دیگر همش از اویله خودشان است. واردات گاز و بنزین هم همین طور است. پیشتر کسی میخواست خریده آورده میفروخت. حاضر لیسانس طلب کرده میشود، اما نرخ لیسانس به حد گران، سالانه از 1 میلیون بالا، چون که این تجارت را هم اینها گرفتگی‌اند. زواد قند و شکلات میسازیم، گوید اجازت نیست برایتان. اجازت هست، اما اجازت نامه نرخ میان شکن دارد، چون که زواد امیری اجازت نمیدهد. امیری از این اویل است، مونوپولیا کرده گرفته است، چون زواد امیری از آن ظریف بیگ دولت و دامادی دیگر امام علی رحمانوف شوی تخمینه کلیوپاترا. باز این زن و شوهر از روسیه و اوکراین کنفت و شکلات وارد میکنند. کارخانه امیری اینها برای 10 سال از تمام پرداخت‌های انداز و گمرک آزاده است. باور کنید این دهشت است. آخر بنابر بعض معلومات ها نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته انداز باید تا ماه سپتامبر 1000 کارخانه مال و محصولات وارد میکردگی را محکم کند. فیرماها، جدیمیمی ها، صاحب کارها را با هر بهانه از سایه اتنت نفت برآورده به احتمال زیاد به فراز
متجه را وابسته گروه سپرند. آخر این چی حال است؟ در حالی که ازبکستان برای صاحبکارها شرایط بسیار خوب فراهم کرده ایستاده است. برای همین بسیاری صاحبکارهای ما بیزنسشان را با ازبکستان گذرانده ایستادند، چون که در اینجا دیگر تمام ساحه‌های تجارت و استحصالات موجوده را این عائله یأجوج و مأجوج کشیده گرفته ایستادند. حتی با بازارها را کشیده گرفتند. خوب دیگر این عائله رحمان و فای، هر کسی که نجات بخواهد باید مبارزه برد تا اینکه از این عائله نجات بیابد. در غیر این حالت دیگر وضعیت ما به چنین حالت ادامه پیدا میکنه. نامه دیگری ما از کانی بادام. سلام علیکم برادر محمد اقبال، امیدوارم خوب و خوش باشید. برادر نامم را فاش نکنید ولی نامه مرا در برنامه نامه ها از ناحیه ها چاپ کنید. برادران گرامی، هیچ وقت همین گپ نام مرا فاش نکنید ننویسید، چون که ما در همین 357 برنامه نام یگان نفر فاش کردیم. نه باز میره چرا تذکر میتید نمیدونیم. ما من درباره یک مسئله گپ زدنیم. در مسئله میلیسا و گیها در کانی بادام شماره اینها بسیار شده ایستاده است. امروز در نزد بیمارخانه کانی بادام یک کارمند میلیسا همچون کارمند گی بدیه به یگان سبب یک نفر راننده اپل را آمده حجت‌هایش را تفتیش کرد. وای میلیسا است نه کارمند گی، برای همین وای چون این حقوق را ندارد. وای میلیسا است نه کار کنی گی. آخر ماشین این میلیسا تمغه مرسدس و نوبر خالی دولتیش 10 رنگش زلطای آینه هایش تمید کردگی. متاسفانه نامناسبش نمیدونم. چیتر کارمند دولتیه که 1000 یا 1500 سومانی معاش میگیرد شیشه های ماشینش را که ارزشش سیاه کنی آن در یک سال 5000 سومانی همین مبلغ پرداخت میکند و باز او زن و فرزندم دارد. هر روز گیی ها ما را بیزار میکنند. در شهر میستند یک نفر نه 5 نفری میستند. برای چی کار و پاسهای غیر قانونی اینها را نمیبینند آخر و اینها را تفتیش نمیکنند؟ یک کارمند دیگری هست که مرسدس خاکستر رنگ دارد، رقم دولتیش 0046 رگیونش من 01 کردم چون که شما 10 نوشته بودید، چون رگیونی 10 نداریم موافقم، اما خاطر من رگیونش را 01 کردم. آینه هایش سیاه است. اگر اینها را پاره نگیرند از کجا هر سال 5000 سومانی برای آینه های سیاه شیشه میدهند؟ چرا مقامات دوشنبه اینها را تفتیش نمیکنند؟ روز یک شنبه میلیسه ها در بازار سوداگران را سودا کردن نمیمانند. یک نفر میلیسه لکسوس سیاهی از $100,000 زیاد دارد قیمتش. از کدام حساب این ماشین خرید است؟ برای چی کروپسیا اینها را تفتیش نمیکند؟ این پرخورها را باید از کانی بادام دفع کنند. خب سلیمان سلطان زاده سر کلکاگی لاپاستو زادگی گفت امام علی رحمان ممبری تفتیش کنی. اخی کروپسیا فقط معلومه را میقاپی 1000 سوم 100 سوم 500 سوم میگیرند. برای بخبینه کارمندای مقامات دزدغارتگر اگر قزوری میلیسا و گیی ها اکثریتشون از کانی بادام نیستند. باور کنید یکی از آنها فیروز سیاه اشت است. در کانی بادام خانه به اجاره گرفته میشند، کارش فقط دزدی و غارت. در کجاست رئیس کمیته دولتی امنیت ملی اس یتیموف؟ بیا کانی بادام تفتیش کن پرخورای کانی بادام. جکی چند وزیر داخلی هم بیاید تفتیش کند گیی ها را، یا رئیس گلی سرش کاپ کاگی یعنی نسک پشونه که حسن ممبری یعنی که تفتیش کنی گیات همه را جزیر کردن. این حرامخورهای بیچاره تاکسیس ها را کار کردن نمونده ایستادند. نامه مرا در نامه ها از ناحیه ها چاپ کنید. من باز می نویسم از کانی بادام از این گونه بز و حرامخورها. تشکر برای خدمت هایتان برادر عزیز محمد اقبالی صدرالدین. سلامت باشید برادر گرامی. خوب نامه دیگری ما از جبار رسولوف. سلام علیکم برادر محمد اقبال، از ناحیه جبار رسولوف هستم و به شما معلومات ها را وابسته به فعالیت شعبه وزارت کارهای داخلی در این ناحیه ارسال می نمایم. پادپالکونیک میلیتسیا عزیززاده عوض سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه جبار رسولوف باشد. عزیززاده از وظیفه سردار شعبه وزارت کارهای داخلی شهر خوجند به این ناحیه به کار آمد. این شخصیت یک انسان حرام و ملتچی می باشد. اکثریت خلق ناحیه جبار رسولوف ازبک‌ها می باشند. سردار شعبه مسئول حفظ قانون و ترتیبات این خلق را روی راست ازبک گفته تأخیر میکند و آشکارا میگوید که اینها را فلان کرده مبلغ و پول ازبک را گرفتن در کار و بازداشتنامه‌های زیاد میکند. بعدی به این وظیفه تعیین گشتن عزیززاده عوض با کارمندان فهمیدیم که عزیززاده عوض شاگرد رئیس ولایت سوخت رجب بای احمدزاده با تخلص قافلانبای در وکیده بوده است و با واسطه وزیر کارهای داخلی رحیمزاده رمضان هم با وظیفه سردار شعبه در شهر خوجند و ناحیه جبار رسولوف از همین رئیس دستگیری نموده است او را. اما عزیززاده عوض را معاون اولی وزیر علمشاهزاده عبدالرحمن یعنی بزمکوف شوم میدیده است. بعدی به ناحیه جبار رسولوف آمدن عزیززاده عوض در یک جمع آمد در بین هیئت شخصی گفت که بعضی معاونای وزیر خودشون حق نوشتگی فلان جوشا بدرونه تا ای وظیفه گیرن لیک با وظیفه من دادن. یعنی اگر بزمکوف یگون جوشا بدرونه من یگون کار کردن نمیتونه. خیلی بزمکوف آخی هم قدر داره یک کیلره
بچه ها گفتند که با این سخنهایش علمشاهزاده را در نظر داشت، چون که پسر یاجین علمشاهزاده سردار شعبچه کوفتکوی جنایی در شهر خوجند بوده است که او را نیز در جمع آمد عزیزاده عوض ذکر کرده بود که در شهر خوجند سردار شعبه کوفتکوی جنایی داشتم، مواد کریستال را میزد و روزی دراز در کابینتش خوب بود. این بچه همی که چنون دوره یعنی که بزمکوف. بعدی به ناحیه آمدن عزیزاده عوض معرکه گسترده دستگیر کردن فولبین ها آغاز گشت. وای فولبین ها را دستگیر نموده تا 40-50 هزار سومانی مبلغ آنها را گرفته جریمه موافق را از روی ماده تعیین کرده پولهای اضافی کلان را با کیسه‌اش زد. این سردار شعبه همین قدر گشنه باور کرد که تا حتی همسرش و دخترانش به جای کارش میآیند اویلوی ده حجره کاری یعنی که رئیس شبکه یا یگان آشخانه خوراک است میخورن. پول آشخانه و خوراک را کارمندان میلیسیا یعنی ما میسپاریم. راستی گپ این کار یک بار باشد دو بار باشد طاقت کردن ممکن، اما باور کنید که از کردارهای این سردار و اهل عائله‌اش ما کارمندان بداد آمدگیم، چون که خورد و خوراک اهل عائله‌اش در حدود ناحیه خریدن و ارسال نمودن به خانه‌اش و مواد سوزشواری تا автомашинаҳои عائله‌اش به دوش ما کارمندان میلیسیا افتاده است. ما هم به جان تکسیس‌ها رساندگیم. رئیس ولایت سوخ رجب‌بای احمدزاده جناب قافلانبای به عزیززاده اول سپارش میدهد که نسبت المپیک رئیس ناحیه معلومات جمع کند و فکرم تحشسه گفته است رئیس ناحیه را و اول سپارش او را به چون و شرا اجرا نموده معلومات های دقیق و در کاری را به رئیس ولایت سوخ پیشنهاد می نماید. خب دیگر همین خلاصین ها همه وقت های یکدیگرش میکنند. بله بیننده عزیز گرامی، همه آنچه که میبینید ببینید چقدر یک کارمند شعبه وزارت کارهای داخلی یعنی که چی معلومات ها را کرده است. همه میتونید همین خیل معلومات هایی که دزدی و غارتگری این به منفعت همون ناحیه هست حتما تاثیر میرساند. امیدوارم بیننده عزیز گرامی در نوشتن نامه ها و ارسال آن کوتاهی نمیکنید. اما آنچه میتوانیم انجام داده به خاطر این ملت ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود با امید پیروزی و رسیدن حق به حقدار و زوال این رژیم دیکتاتوری. امام علی رحمانوف با شما بود. محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.